دنیا پر از اتفاقات بزرگی است که مسیر تاریخ را تغییر دادند. بیایید با هم سه اتفاق تاریخی که جهان را بر همیشه متحول کردند ببینیم. اختراع چاپ. در سال 440 یوهانس گوتنبرگ دستگاه چاپ را ساخت. این اختراع باعث شد کتاب‌ها و اطلاعات سریعتر و ارزان‌تر به دست مردم برسند و جهان به سمت عصر جدیدی در دانش و آگاهی حرکت کرد. اختراع برق در قرن 19 زندگی بشر را کاملا تغییر داد. از روشنایی خانه‌ها تا راه‌اندازی کارخانه‌ها و سیستم ارتباطی، برق به قلب توسعه صنعتی و فناوری تبدیل شد. سقوط دیوار برلین. در سال 1989 سقوط دیوار برلین نماد پایان جنگ سرد. این رویداد باعث اتحاد دوباره آلمان و پایان جدایی شرق و غرب شد و به آغاز دوران جدیدی در روابط بین الملل انجامید. کدوم یک از این اتفاقات بیشتر از همه برات جالبه؟ کامنت کن و دنبال کن برای دیدن اتفاقات تاریخی بیشتر.